شاید دنیا چیزی نیست که بهت گفتن، اما واقعا چی میتونه باشه؟ از وقتی چشم باز کردیم دنیا رو از فیلتر حرفای دیگران دیدیم. گفتم باید موفق بشی، اما نگفتم موفقیت یعنی چی. گفتم باید خوشحال باشی، اما خب خوشحالی رو با چی اندازه گرفتن؟ شاید اصلا ما داریم تو نمایشی زندگی میکنیم که خودمون توش بازیگر نیستیم. وقتش یه لحظه وایسی و به درونت نگاه کنی، از خودت بپرسی آیا واقعا اون چیزی هستیم که همیشه میخواستیم؟ اگه جوابت نبود تنها نیستی، منم تو همین راهم. دارم همه چی رو دوباره میفهمم، دارم با ترس هام روبرو میشم، دارم یه مسیر تازه میسازم، نه فقط برای خودم، برای خودمون، برای ما. اگه تو هم دلت میخواد از این تکرار بی پایان جدا شی، با من بیا همینجا، از همینجا شروع کنیم. هر روز یه قدم، یه کشف، یه بازسازی، بدون شعار، بدون دروغ، فقط با خود واقعیمون، چون ما برای بیشتر از این ساخته شدیم. اگه تو هم آماده‌ای توی این مسیر با من باشی، فقط بنویس منم هستم.